یکی از آسیب دیدگان در صدمه حسنجان یونوسفی 16 ساله از دهه تاجیک‌آباد بعد 4 روزی صدمه دهشت‌آور در بیمارخانه فوتیده است. او را روز 3 ایون به خاک سپردند. طبیبان گفتند که از بس که 70% بدنش سوخته بود، او را نجات دادن نتوانستند. این نورس یکی از مسافران автомашини اوپل زفیر بود که روز 29 می در حدود جماعت گلخانه ناحیه جبار رسولوف به автомашини اوپل کامبو برخورد. در روز حادثه از 9 مسافر 2 ماشین 5 نفر هلاک و 4 نفر زخمی شدند. از میان 3 مجروح وضع یکی از آنها اقبال یونوسفی 16 ساله وزنین گفته می شود. به گفته طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه جبار رسولوف تقریباً 60% تنش سوخته است. مسافر دیگر سلمان شاه سرورزاده 16 ساله را از بیمارستان جواب دادند. دیگری دانیار قربانبای برای ادامه طبابت به مرکز ولایت سوخت انتقال یافته است. او راننده اوپل کامبو بوده. به گفته یک مسئول ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت سببگار اساسی صدمه گفته می شود. به ضد او با اتهام ویران کردن قاعده های حرکت راه پرونده باز کردند. صدمه مرگبار سر و صدای زیادی را به بار آورد چون اکثر قربانیان نورسان و ورزشکاران مکتب گوشتی کاخ ورزشی لنگلیف بودند و حادثه هنگام بازگشت از مکتب رخ داده است. یکی از مربیان آنها هم جان داده است. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه‌های نقلیاتی جان می‌دهند و صدها نفر دیگر معیوب یک عمری می‌شوند. بی‌پروایی، راه‌های نیمه ویران و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه و سرعت بلند از سبب‌های اساسی مرگ و میر در راه‌های کشور دانسته می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.